بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیانیه ائتلاف نیروهای مخالفان تاجیکستان نو. ائتلاف نیروهای مخالفان تاجیکستان نو متشکل از جنبش مردمی وطندار، حرکت مردمی گروه 24 و نیز شمار از شخصیت‌های سیاسی مخالف رژیم امام علی رحمان پس از برگزاری گردهمایی در 14 اپریل سال 2015 در شهر برلین آلمان در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرایانه رژیم رحمان نسبت به مردم تاجیکستان، بخصوص به احزاب سیاسی مخالف، شخصیت‌های مستقل و دیگر اندیشان اظهار می‌دارد. 1. خطاب ما به مردم شریف و سربلند تاجیک در این روزهای حساس و سرنوشت ساز برای کشور عزیزمان آن است که مردم شریفمان باید بدانند که هیچ فشار و تعقیب نمی‌تواند مانع ادامه دادن مبارزه و تلاش فرزندان غیور و شرافتمند تاجیک برای نجات کشور عزیز تاجیکستان از قبضه رژیم خوناشام رحمان و گروه نابکار وی بشود. ما حتی 1 دقیقه هم دست از مبارزه و تلاش خود بر نمی داریم تا آن زمان که بساط نظام دیکتاتوری از کشورمان برچیده شده آزادی و دموکراسی حقیقی در آن برقرار گردد. 2. ائتلاف از جامعه جهانی بخصوص سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نیز کشورهای تأثیرگذار مثل اتحادیه اروپا و آمریکا طلب می‌نماید که نسبت به وضعیت مردم تاجیک بی‌طرف نباشند. بی‌طرفی و چشم‌پوشی این سازمان‌ها و این کشورها از وضع نابسامان حقوق بشر در جمهوری تاجیکستان و نادیده گرفتن فشارهای رژیم رحمان به احزاب سیاسی و شخصیت‌های مخالف و دیگر اندیشان که روز به روز بیشتر شده ایستاده‌اند، این رژیم را به ادامه دادن فشارهایش تشویق می‌کند. 3. در این روزهای حساس آنچه ائتلاف را بیش از هر چیز دیگری نگران کرده است این است که فشارهای رژیم رحمان نسبت به احزاب سیاسی معتدل و شخصیت‌های دلسوز کشور و به هر بهانه به زندان انداختن آنها سبب شده ایستاده‌اند که جوانان تاجیک به طرف سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی و افراطگر جلب بشوند. بنابراین ائتلاف از جامعه جهانی قاطعانه طلب می‌نماید که پیش راه رحمان و بی‌بندوباری‌های وی و نزدیکانش را بگیرند و نگذارند او به خاطر باقی ماندن بر کرسی خود تاجیکستان را به نابودی بکشاند. 4. ائتلاف مخصوصاً از وضعیت زندانیان سیاسی مثل محمد روزی اسکندرov رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان، زید سعیدوف وزیر سابق صناعت و مؤسس حزب تاجیکستان نو، شهرت قدرتوف وکیل مدافع و فعال در حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، مقصود ابراهیموف فعال سیاسی و مؤسس جنبش جوانان تاجیک برای احیای تاجیکستان، جلال الدین محمودوف عضو شورای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعقوب سلیموف وزیر سابق داخلی تاجیکستان، غفار میرزایف فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری، همچنین چند نفر از اعضای گروه 24 و دیگر زندانیان سیاسی شدیداً نگران بوده و از جامعه جهانی قاطعانه درخواست می‌کند که بر رژیم رحمان فشار آورند تا این زندانیان هر چه زودتر آزاد بشوند. 5. ائتلاف توجه جامعه جهانی و کشورهای تأثیرگذار را به این واقعیت تلخ نیز جلب می‌کند که چند سال است که رژیم رحمانوف
به روش حذف جسدی مخالفانش رای آورده است، چی در داخل تاجیکستان باشد و چی در بیرون از مرزهای کشور. به عنوان مثال چند پیش حاجی عمرعلی قوتوف، رهبر و مؤسس گروه 24، به دست مزدوران رژیم رحمان در جمهوری ترکیه ترور شد. چند بار هم به جان داداجان عطااللهیف، رهبر جنبش وطندار در روسیه، از جانب مزدوران رحمان سوء قصد به عمل آمد. چند سال پیش در حادثه بدخشان شمار از جوانان بدون هیچ گناه ترور شدند، از جمله سبزی علی محمد رضایف، رئیس بخش ولایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان، که به طریق وحشتناک اشیای کارمندان کدام ترور و کشته شد. اگر لازم باشد ائتلاف حاضر است مدرک‌ها و سندهای ضروری را که دست داشتن رژیم به این جنایت‌ها را ثابت می‌سازند به سازمان‌های حقوق بشر و دیگر نهادهای بین‌المللی ارائه نماید. بنابراین ائتلاف از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشر قاطعانه طلب می‌کند که نسبت به عاملان و پشت پرده‌های این جنایت‌ها پرونده جنایی تشکیل نموده همه آنها را مجازات نمایند. در غیر این صورت این جنایت‌ها ادامه خواهند داشت. 6. ما از تمام کشورهایی که به اصول دموکراسی پایبند و به حقوق بشر احترام قائل هستند، مخصوصاً از کشورهای اروپایی، قاطعانه طلب می‌نماییم که همه گونه همکاری را با رژیم خودکامه تاجیکستان قطع نمایند. 7. بانک جهانی، صندوق بین المللی ارز و دیگر نهادهای مالیوی جهانی باید بدانند که کمک‌های آنان نه تنها عمر این رژیم را درازتر خواهد کرد، بلکه این کمک‌ها فقط به کیسه رحمانوف و نزدیکانش می‌رود. 8. امروزه برای همگان آشکار شده است که پلیس بین الملل یعنی اینترپول به یک دام حکومت امام علی رحمان برای بازداشت مخالفان سیاسی و دیگر اندیشان بدل گشته و رژیم از آن در راستای سیاست‌های دیکتاتوری خود استفاده برده ایستاده است. بسیار جای تأسف است که چرا تا هنوز نمایندگان این تشکلی با نفوذ در تاجیکستان به خاطر معلوماتی بر دروغ و بدنام کردن اعتبار اینترپول مجازات نمی شوند. 9. متاسفانه بی‌طرفی جامعه جهانی مخصوصاً کشورهای دموکراتی نسبت به جنایت‌های رژیم رحمان باعث آن گشته است که مقامات تاجیکستان گستاخانه حقوق و آزادی‌های شهروندان را پایمال نمایند. فشار بر بالای مطبوعات مستقل و روزنامه‌نگاران، روحانیان و دینداران، احزاب سیاسی و آزاد اندیشان روز به روز در تاجیکستان افزایش یافته و شکنجه در زندانها، آدم ربایی و قتل و کشتار از طرف ساختارهای حکومتی به یک مأموریت رسمی بدل گشته است. بنابراین ما امیدواریم که اتحادیه اروپا نسبت به این همه قانون شکنی ها و پامالشری حقوق بشر در تاجیکستان به توجه نماند و آن دسته از منصبداران رژیم رحمان را که در این بی‌عدالتی و ظلم و ستم بیش از همه نقش دارند تحت پیگرد قانونی قرار دهند و در نهایت درخواست ما را نسبت به منع اجازت سفر این جنایتکاران به اتحادیه اروپا به پاسخ نگذارند. 10. ائتلاف تصمیم دارد یک شبکه ماهواره‌ای تلویزیونی تأسیس بکند تا صدای مظلومیت مردم تاجیک به گوش جهانیان برسد. از همه احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی دلسوز درخواست می‌کنیم که در این کار ما را کمک بکنند. منتظر هیچ دولت نباید بود. هیچ کس و هیچ دولت دلش به ما نمی سوزد. همه آنها به فکر منافع خود هستند.
امروز زمان آن است که ما تاجیکان خودمان دست به کار شویم. خواستن توانستن است. ما می توانیم. سربلند باشد ائتلاف نیروهای مخالفان تاجیکستان نو، 14 اپریل سال 2015 برلین، آلمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.